شب برای آرموغان کردن با ما کمک میکنه دامک جان؟ البته میدیم. حتی من خودم میکنم. پدر و مادر در حیرت میمونن. چشمایشون چگونه باز میموند. کنی مصلحت دهید چیکل جشن گیرین؟ اول شیرینی های زیاد میگیریم. بعد باورجان لباس عروسی رو میپوشانیم و آروا تو رو میدیم. همش همین. اطاعت تو در مکتب بودن شما ما همراه اپای یاسومن همش رو حل میکنیم. میلش این چیست؟ اما التماس میکنم پول دید برای دادام و چم یکان توفه خریم. من این کاری تو رو نفهمم. همش باز با بوده من افتاد. آخر شما ارمغان کردنی بودید. همش رو من کنم نمیشود. پول توفه رو نیز از ما میگیرید. تشکر. بسیار کاری خوب. تشکر آمد جان. تشکر آمد جان. خوش سلامت باشید. اشکال نه. خداوند به شما ذهن ذکی نصیب کند. این نسخه را با معلمتان دادن رو فراموش نکنید. فهمیدید؟ مایلش ما فراموش نکنید. مایلش فراموش نمیکنید. خانم پینار باهوش شوید. کنی زودتر حمام رو بین شاید عطر باشد. حاضر میبینم. آقای ادوکات ماشین یوری تاجر رو جغ زنیم. اگر خواهید با ماشین ما او رو میبریم زودتر میرویم. الو خانم پینار باهوش شوید. من پلیس محمد هستم. خانم پینار در اینجاست. حالا بهوش شده است. سخن کردن نمیتواند. او را با بیمارخانه میبریم. ما این خیلی نشسته چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ چای می‌نوشیم. مسخره نکن یاشار. یک جا گشتنی ما عاقبتی خوب ندارد. ها همش را اصلا نه آغاز میکنی. عاقبتی ما چی میشود؟ حالی ما چی میشود؟ این موضوع رو که سر کردی چای برای من زهر میشود. یاشار مرا عصبی کرده ایستاده ای. تو خودت خوب میدونی که من برای همسری تو شدن راضیم. بخشش. الو مادر؟ تو در کجایی ها؟ در کجایی؟ منتظر شو حاضر می آیم. مادر چی شد؟ این خساروسیما با کجا رفته ایستاده اید؟ امروز نوبتی بر اومده رفتن به من رسید. وقتی تو بنتل بر اومده رفتی با کسی گفته بودی مگر؟ این کار با اون چی دخالت دارد؟ کمی دیگر شما نگران شوید خانم فریده. مادر خدای توبه. زود با بیمارخانه برید. چی شد؟ او بهوش شده است. با او چی شده است؟ پینار بدار شو. برادر او به هوش نمی آید. او را با بیمارخانه میبره. تو با او چه علاقه داری؟ من همکارش هستم. نباشد همراهی ما میرویم. خدا شفای آمد. Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim yürekte kaldı sızım. Seninle
مادر خوشنامت را در راه دیدم. دوان میرفت. از غضبی بسیار چشمهایش مرا ندید. خوش آمدید. بیایید به شما نانشته تیار کنم. تیار کن. در نبودنی نباید کمی نفسم را راست کنم. باز یک مصیبتی دیگر را پسی سر کردیم. جونکم خودت رو دعا خون. ترس از بدنت برایت. کنی فهمون شما را کی دزدیده است؟ بیایید. برای پای فرید از اینجا لباس عروسی خریدنی میروم. همراهی من نیایی؟ عزیزم فقط خرید لباس زنانه رو نگوی که نمیفهمم. مایلش این خیلی باشد تو رفته شیرینی بخر. برای چند کس باشد؟ برای 10 نفر. 12 دانه دیگر شمگیر. مثل خواستی آمینه سرخ باشد. شکلی دیل داشته باشد. همش همین. من از عهده این کار هم برآمده نمیتوانم. باورم نمیاد که از عهده این کار نمیبروی. مرا انتظار شد در اینجا. خیر مایلش تا بازدید. خوش آمدید خدمت. سمبوسه دارید برادر؟ بله داریم. چند دانه بیاره؟ 5 دانه بیار. مایلش. باز چی؟ بعد شوی کبود بیار. کنی یک طرفی است. چیکار میکنید مادر؟ اصلا تو چیکار میکنی؟ همش را فهمیدم. قصد کشتنی برادری خودت را کردی. مادر خب کن. امیر رو با چقوری پرتافتی. تو بازی چه نقشه های غرضناکی غالب شده ای. نشسته آرام شد. نرس به من. پس ترگب زنید. همه مردم ما رو نگاه دارن. ای بس. ما نگاه کردن گیرن. وقتی که برادرت رو با چقوری تیله دادی شرم نکردی. من شرم کنم. امیر گفته خاموش ایستاده نتوانید. بس کن. اصلی مسئله رو گپ زد. برای چی این کارو کردی؟ کاش میمردم و این حادثه رو نمیفهمیدم. مادر قسم میخورم که در داخل ماشین بودن امیر رو نمیدونستم. شما بسیار چیزها رو نمیدونید. مجبور شدم که با غالب همکاری کنم. من میدونم. یاشار هوشت رو به سرت گیر. از امروز اعتباراً با این مرد دیگر همکاری نمیکنی. نباشد شیر دادم رو نمیبخشم. یاشار زیغ نشو. همش میگذرد. التماس خاموش باش لیلا. گویا که همه آنها بیگناهند. در نزد عائله ما گناهکار یک منم. عذر میخوام لیلا. سرم سخت درد دارد. انا این پول قهوه بعد وا میخوریم. خیر. یاشار دکتر حالش چی است؟ کمی حالش بد است. اگر احتیاط نکند احتمال است که طفلش را از دست دهد. چیکار کنیم؟ نباید بسیار حرکت کند. او را به خانه ببرید. در این مورد از دست ما دیگر چیزی نمی آید. تشکر. خدا شفا دهد. دکتر گفت که میتواند به خانه اش رود. تو احتیاج به نگاه بین داری. به مادر از زنگ زن اومده تو را ببیند. زنگ زدم جواب نمیدهد. او را میابی. اول تو را به خانه میبرم. من دیگر به اون خانه رفتن نمیتوانم. چرا؟ تمام اشیاهایم اون رو گرفتند. صاحب خانه باشد ما رو پیش کرد. شرف اکنون چی کار میکنم؟ در بدنم طفلی بگونم خانه ندارم که زندگی کنم. مایلش خیر مایلش. این حال فکری رو نکن. پدر من در بیمارخانه شهر هستم. من باید با شما مصلحت کنم.
غالی باید در حال با تو واخورم. در اسکله منتظری تو هستم. با گمانم که حال پینار خوب نیست. دکتر گفت که حیات طفل در خطر است. باید در بیمارخانه خواب رود. نه، گفت که باید در خانه استراحت کند. احتیاج با نگاه بین دارد. بسیار خوب، او را به خانه‌اش میبریم. اما مادر دختر در کجاست؟ مادرش غیب زده است. تمام اشیاهای خانه را گرفتن. صاحب خانه باشد او را پیش کرده است. برگشتن نمیتوانم گفت. پدر چیکار کنم؟ با من یگان راه نشان دید. از رفتار و عملهای خودم ترسان شدم. شرف، آخر من به تو چی گویم؟ به این حالت نظر کن. اکنون عقلت به سرت آمد که با من مسیحت میکنی. پدر فقط مرا سرزنش نکنید. با من راه نشان دید. آخرش چی میشود نمیدانم. آخر وی حامله دار است. احوالش بد است. علاوه بر این خودش تنها مانده است. رفته با صاحب خانه گپ زنان کنیم. شاید او را راضی گردانیم. دختر را با این حالش تنها گذاشته نمیتوانیم. آمینه؟ یاسین در کجاست؟ تو حال از درس نبر آمده است؟ برآمد و لیکن یک چیز خریدنی بود. یک چیز خریدنی رفت؟ آیا من به شما نگفته بودم که از مکتب بیرون نروید؟ ها؟ انا آمد. یاسین در کجا بودی؟ چی است سر دستت؟ پگاه یک رفیقم زادروز دارد، برای او تحفه خریدم. آیا من به شما نگفته بودم که از مکتب تنها بیرون نبرایید؟ نمیفهمی مرا؟ اوچا به خدا دور نرفتم، با اون دکانی همسایه رفته آمدم. کنی روح گردید، رفتیم خونه میرویم. دیگر تکرار نشود. نباهت کدام شمال تو را به اینجا آورد؟ برای جمال تو را دیدن چقدر پرخر دارم. مرا گوش کن. چرا فرزندهای مرا با یکدیگرشان دشمن کرده؟ تو چخل انسانی؟ از تو کمی انسانی را آموزم گفتم. آبی که ریخت برداشته می شود. قریب بود که پسرم میمرد. خوراکی درندگان میشد. با صد عذاب رو از چنگی مرد نجات دادی. آیا پسری تو مرا از دخترم جدا نکرد؟ ببین یاسمن چندین هفته شد که در خانه ما زندگی نمی کند. بعضا چندین روز چهره دخترم را نمی بینم. مادامی که من عذاب فرزند را می کشم، پس تو هم باید عذاب کشی. مسئله دختر این امر تقدیر است. امانیت کشتن برادران از جانب توست، از جانب تو. آیا من به شما نگفته بودم که اگر پسرتان از بحر دخترم نگذرد هر کاری که از دستم آید می کنم؟ اگر لازم شود او را می کشم نگفته بودم؟ غالب ما را آرام گذار. مثل کنه چسبیده ای. دیگر فرزندهای من را ناراحت نکن. در دستم چنان حجت‌هایی هستند که خودتان نمیدانید. حیات همه شما در دست من است. دیگر یشه را در کارهای حرامت استفاده نبر. چیکار کنم؟ مثل اسب مست ماشین را چپه کرده است. علاوه بر این از آنه که در حق من دعای بد میکنی، خانه‌ای که در آن زندگی میکنی آن خانه را دعای بد کن. حتی بامپوشی بالای سرطان از من قرضدار است. تا یک تینی زردک را من حساب کردم. فراموش نکن نباید. آسیا به نوبت است. به نوبت. این را فراموش نکن. خدمتگار خانه ها می آید. همراهش صاحب خانه به فکرم.
حضور میخواهیم که شما را تشویش داده به اینجا آوردیم. هیچ گپ نیست. من همش را به خانم پینار گفته بودم و گمانم که نفهمیده است. خرج اجاره را نداده است. علاوه بر این پسرم را خانه دار میکنم، در اینجا زندگی میکند. فهمم، لیکن شما نباید او را به این حالش از خانه پیش کنید. تمام قرضهایش را پرداخت میکنیم. مسئله تنها در پول نیست. گفتم کو پسرم را خانه دار میکنم. برای گپ را درست کردن لازم نیست. مادامی که آمدید اشیاءهای لازمش را گیرید. آقای حسین رفتیم. مایلاش میرویم. پدر چیکار کنیم؟ او رو به بیمارخانه برگردونیم؟ این خیلی نمیشود، او رو قبول نمیکند. نباشد او رو در یکم مهمانخانه جا کنیم. تنها چخیل زندگی میکند؟ آیا تو نگفتی که احتیاج به نگاه بین دارد؟ آخر مادرش فکر او رو نمیکند. مسئولیت در سر دوست، یعنی در سر همه ماست. مادامی که یگان جای زیست ندارد او را نباید پرتافت رویم. به خانه امان میبریم. به خانه امان؟ خانه خودمان؟ شما چی ها میگویید؟ به سر من یگان راه دیگر نمی آید. از روی انسانیت باید او را به خانه امان برده تا صحت شدنش نگاه بین کنیم. من به فریده چی میگویم؟ این حادثه رو چخیل فهمانم؟ چخیل فریده رو میفهمانه؟ باید کار تا به این حد نامده فکر میکردی. پسرم، میگویم که تیلو در آتش انسان باشد در مصیبت معلوم میشود. فریده در نظر چشم من از امتحانهای انسانی گذشته است. با وجدان میباشد، دختری کاملا. باوری دارم که سخن من را خوب درک میکند. انا امین خیل، ما هم انتظاری میکشیم. آیا برای آزاد شدن مدت بسیار مانده است؟ کم مانده است. خدا خواهد آزاد میشم. محبوس اتیلا، شخص به زیارتت آمده است. آیا شناس هستیم؟ تو مرا نمیشناسی، اما من تو را خوب میشناسم. یک مسئله خردکک دارم حل کردن لازم. برادر، من مسئله های دیگران را حل نمیکنم. شنیدم که احتیاج به پول داری. زوجت هم به زیارتت نمی آمده است. باز به زمین فرزندت را هم نشانه می داده است. شما کیسته؟ از من چی میخواهی؟ به نزدیکی چی خواستنم را میفهمی. این پیش پرداختی تو. با ما هم کاری میکنی. حال شد جناب. پول را که دید چشمانش از سرش برآمدند. بسیار خوب. مادر، بسیار خواطر کردید مرا. در کجا بودید؟ یک کار داشتم دخترم. آیا به تو حساب دهم؟ نه، این را در نظر نداشتم. خواطر شدم. مگر شما رو یگان چیز ناراحت میکنه؟ دخترم، این قدر سوال نده. گفتم که یگان چیز نیست. کنی بینیم برای من چی چیزها را جمع کردی. جناب در شده است. در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ چیز.
همه خیلی آمدم. شاید یگان کار داشته باشی گفته آمدم. مرا گوش کن. اگر لازم شوی تو را جیغ میزنم. فهمم. نباشد من میروم. شب بخیر. هوشیار شو. از هر قدمی زدهش مرا با خبر کن. خوب شده جناب، از پای شو. خوش آمده. این قدر مصرف چی لازم بوده؟ چی لازم؟ سخنی کودک‌ها رو نگفته نتوانستم. بگذار خرسند شوند. راست. بسیار هوس کردن. خیلی خوب می شود. انا میبینید. اما پای فریده نفهمم. خوش آمدی. یاسمانی چیست؟ لباس خریدی مگر؟ لباس خریدم. اما برای خودم نه، برای شما. برای من؟ چرا؟ بیایید با بالا رویم. در اتاق نشان میدهم. بسیار زیبا است. از کجا پیدا شد این فکر؟ پدرم نیست؟ تا حال نامده است. حاضر می آید. کن اینها رو بینم. خوب میلش. با مادر زنگ زن. شاید رو یابی؟ خاموش میگوید. چی خیل؟ معقول شد؟ نمیدونم. بسیار زیباست. اما من به این لباس عادت نکردم. کنی پوشید؟ رنگی سفید به شما میزیبد. مثل فرشته زیبا میشوید. کمی دیگر رنگ رویتون رو آرادیه بی نهایت زیبا میشوید. چرا این کارا کردی؟ نه، من شرم میدارم. پوشیدن نمیتوانم. یگان جوی شرم نیست پای فریده. یاسم زیبنده نیست. اویلادار شدن ما را 12 سال میشود. صاحب فرزند هستیم. این به من نمیزیبد. بسیار خوب. برای فرزندانتون پوشید. فرزندانتون این رو خواستند. اگر نپوشید غمگین میشوند. زودتر شوید. آدمگری کرده به شرف گفتم که این زن را به خانه همون بیار. اما اگر برای اویله هم کاری خیر نشود، خدایا تو مرا در این قراری دادم، شرمنده مکن. هنگامی با پینار به خانه در آمدن چگونه به چهره زنم نگاه کنم؟ به فرزندهایم مشکل فهمونم که او همراه ما میستد. اگر از من روی گردانم چی؟ باز قهر کرده با من گپ نمیزند. انیق میدونم که میشود. او نسبت من نفرت دارم. اما من خرسند میشوم. در یک خونه از یک مکان نفس کشیدن، با او نزدیک شدن مرا شاد میگرداند. نه آقای خیریدین است و نه شرف. امیر پسرم کنی به شرف زنگ زده پرس کمی اومده باشند. میلش. گرسنه نشدی؟ اکا در کجایید؟ کی به خانه می آیید؟ امیر ما در راهیم. ما گفته کی رو در نظر دارید؟ وقتی که به خانه آمدیم میبینی امیر. حالا نپرس. کمتر پس خانه میشویم. فهمو تو دیدن. هنگامی خریدن میدونستم که به شما میزیبد. خف کن یاسمن. مرا شرمنده میکنی. خدا میداند که برای این لباس چند پول صرف کردی. آیا قیمتی خرسند کردن شما و فرزندانتون رو با پول مقایسه کرده می شود؟ رحمت. خدا برکت دهد. تمام. چنان زیبا شدید که اکای شرف چقدر مردی خوشبخت بودنش رو اثری نو میفهمد.
دخترها تمام شب رو با آینه میگذرونه. کنی یک طرف ایست من مویه های خودم روشنه کنم. مایلش روزم ندودی. کمی زیبا شدم. خیلی زیبا شده ای. اگه اوچه نیز بسیار زیبا شده است. همین خیلی نه برای او رو دیدم به دقت شدم. با گفتی تو توفه گرفته اما محکوم نشد. محکوم میشود. آیا به سراغ خطا آمدم؟ نه سراغ درست است. وضعیت کمی خوب نیست. اوچه؟ اینقدر زیبا شده. اوچه مثل هنرپیشه سینما شده. معقول شد باش ماجا نکنیم ها؟ وقتی که من کلون شوم میخوام که مثل شما عروس شوم. انشالله دخترم با مردی با تقوا خانه دار میشوی. دعا میکنم که همیشه بخت سفید به شما نصیب کند خدا. اوچه انا بینید ما همراه امینه توفه گرفتیم. من همش رو با فریده میفهمونم. تو در اینجا انتظار شو. آقای خیرین کجا شده ده؟ با خدا کودکو از گرسنگی یک چی شدن؟ فریده در کجاست؟ چی شد؟ یگان گپ شد آقای خیرین. آقای خیرین ارمغان مبارک باشد دادا جون اوچه جون روزی نیکو مبارک دادا جون اوچه جون دایما با ما باشه اوچه جون دادا جون مبارک باشد خدا مبارک باشد اوچه جون دادا جون. اکا امروز روزی خانه‌دار شوی شما بوده است. کودک‌ها برای شما یک ارمغان کردند. اوچه بسیار زیبا شده است. همین خیلی ندادم. فریده با تو اویدی یک موضوع سخن کردن میخوام. کنه بیا با تو یک مصلحت کنیم. چی شد پدر؟ بیا رفته. چی شد پدر؟ یگان واقعه ناخوشی رخ داد. دخترم خودت میدونی که تو رو چقدر دوست میدارم. میدونم که تو هم مرا دوست میداری. در نبودن تو با یک قرار آمدم. چی قرار؟ قرار روید زنده موندن و یا اینکه مردن یک انسان بیگناه.
نغز نفهمیدم. گپ را دراز کردن لازم نیست. مادر پینار را ترک کرده است. صاحب خانه او را از خانهش پیش کرده است. در بیمارخانه دکتر گفته است که حالش بسیار بد، احتیاج به نگاه بین دارد. یعنی مجبور شدیم که او را به خانه بیاریم. از خاطر طفلی در بطنش بوده. پینو رو به اینجا آوردید؟ گوش کن دخترم، تو برای من از همه بالاتری. اگر قبول کردن نخواهی من رفته چاره دیگر رو میبینم. باز چگونه چاره هم میدیدید پدر؟ یگان مهمان خانه. با کدام پول پدر؟ احتیاج به نگاه بین دارد. تنها چی کار میکند؟ دخترم، من محض همین طرفی کار رو فکر دارم. فهمیدم، لیکن احساس من چی؟ از من کار مشکل طلب کردی پدر. گیرت خوره. فریده، تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو کسی؟ التجا میکنم، اجازه دید شب رو در همینجا روز کنم، جای رفتن ندارم. کنی با دیگر خونه رو. زود شب، زودتر رو. تو به خونه در رو. در شب از اینجا. من به تو نگفته بودم با هر کس صحبت نکن. رفتیم. خدای توبه، چی گپ شده باشد اینقدر آدم جمع شده است؟ چی واقع شده است؟ بیچاره زنک از خنکی جان داده است، حامله‌دار هم بوده است. نمیدونیم کی است، در همینجا خوابیده است. بیچاره بیکس از خنکی و گرسنگی جان داده است. فهمم دخترم، او را به اینجا آوردن کار خطا بوده است. پدر، ایستاد. دخترم، من همیشه با تو هستم. برای تو رو گرفتار با این گونه عذاب و مشقت کردنم یک مراتب نه، بلکه هزارها مراتب از تو عذر میخواهم. الله از تو راضی شود. خداوند ما را بعد از هدایت یافتن هرگز بر راه بد نبرد. Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna, nelerden vazgeçtim senin uğruna. بدرون در روید. بابای فردین چی گپ شد؟ Sen misin acıtan, yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi
زن در اینجا چیکار میکنه؟ چیکار میکنه آقای خیلی؟ خانم پینار با اجازت فریده یک چند روز مهمان ما میشه. اوچه جون چرا این زن رو به اینجا اومدن؟ Sen benim dünyam. Şimdi kim o kadın? فریده در کشو بخواهیم با شما باشه. قسم میکنم که خطا فکر میکنی. نه نمیکشایم. گوش کن فریده، آوردن او فکری پدرم بود. دادا از شما نفرت داره، نفرت. آقای خیردین آیا شما دیوانه شدید؟ این زنی به حیا چطور در اینجا زندگی میکند؟ در یک خانه با فریده از سرتون کار میکند یا نه؟ خانم بسیار ایستادنی نیست. مادرش که پیدا شد رو با دست مادرش میسپاریم. اگر پیدا نشود چی؟ یک عمر دردسری ما شود. آمدنش آسان اما رفتنش مشکل. همسایه ها چی میگویند؟ آیا این رو فکر کردید؟ همسایه ها رو یک طرف مونید مادر. آیا ندیدید که دل ینگه هم شکسته است؟ آیا او رو در کوچه میماندم خانم؟ چیکار میکردم؟ پسرم هم ناچار مانده از خواه ناخواه اکنون مسئولیت این زن و طفلش به عهده ماست. من در این کار صبر و تحمل می‌فرمم. این رشک و حسن داخلی مرا خوردن آباد میکنن. چرا او رو به این خونه آورده؟ ما او رو نمیخواهیم، با او باید که رود. پدر گفته بودم که به اینجا آوردن این زن کار خطاست. راگرد می رویم. در یکم مهمانخانه ایستادنت برای همه ما خوبتر است. نکن شرف. خواهش میکنم مرا نبر. خودم تنها در مهمانخانه چیکار میکنم؟ پینار خیز می رویم. پینار خودش چی گفت؟ شرف یک طرف است. برو خوب بود. حاضر بالشت میورم. Yitirdik sevdayı
bir hiç uğruna nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benimdin yar. Sen benimdin yar. Şimdi kim o kadın? Yitirdik sevdayı bir hiç uğruna. Nelerden vazgeçtim senin uğruna. Hayat mı acı, sen misin acıtan? Yenildim işte gururuma. Geçer mi sensiz? Diner mi söyle acı? Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Hak etmedim, yürekte kaldı sızım. Seninleyken bile yalnızım. Sen benimdin yar. Sen benimdin yar. Şimdi kim o kadın? همه از جا خزه زودتر تو هم خز امروز سنجش بگذارونه پسر چی با تو دخل ندارم دار این برای تو هیچ کس نفهمد با حاجت خونه در قسم ابو را برای تو توفه گذاشتیدیم. دو اخمقی که به اتاق تو میآیند آنها را نیست کن.
модар дар куҷоед? ба сари ман чӣ ҳодисаҳое ки наомад? ашёи хонаро гирифтанд. Полис дар ҳама ҷо шуморо мекобанд. девона мешавам. соҳиби хона маро барои пул шуда ронд. ҳоло дар хонаи Шараф падараш маро ба ин ҷо овард. бисёр хуб. ман хурсанд шудам. агар ман ин хел нақша мекашидам амалӣ намешуд. беҳуда нагуфтанд ки дар ҳама кор як хайр ҳаст духтарам. ҳоли Фарида бад шуд. худашро дар утоқаш маҳкам кард. дар ин ҷо истода наметавонам. шуморо ки ёфтам ба дастатон месупоранд маро. падараш ҳамин хел гуфт. ту хавотир нашав. ман илоҷашро меёбам. алло, модар? зуд бошед бачаҳо. маро дар назди дар интизор шавед. зуд бошед. маро намешунавед магар? фарида, духтарам, худатро асабӣ накун. якчанд рӯз меистад, баъд ба хонаш дафт шуда меравад. беҳаё. зуд бошед, меравем. фарида, гап зан духтарам. ҳама гапро дар дарунат надор. фарида. хабибиҷон. худованд нигаҳбони шумо бошад. парвардигор нигаҳбон бош. روز بخیر دخترم. حالت چی خیل؟ خوبم. تشکر پدر. شب همش رو گفته بودم اما میترسم. میترسم که احساسم غالب می آید. خدا نشان ندهد. این یک امتحان است، میگذرد. لیکن درد این زخم امتحان فراموش نشدنی است پدر. خیر شما از کرده هایتان راضی شوید پدر. اصلا تو باید راضی شوی. خوبی هایی زیاد کردی دخترم. راضیم. تشکر. الله از تو راضی شد. خدا به من قوت ده. چرا آقای پینار به خانه ما اومده است؟ بیمار شده است. کسی نبوده است که نگاه بین کنند. اکنون دای ما در خانه ما می‌ایستد. بیبی هم گفتند که یک چند روز می‌ایستد بعد می‌رود. خدا جان امروز رود؟ همین که از مکتب برگشتیم او رو نبینیم. اکا چی فکر داری وی می‌رود؟ اوچه؟